برای منتخب تاجیکستان برگزار کردن این دو بازی دوستانه خیلی مهم بود، زیرا به قول در پس منظر یک موسم ناموفقانه برای منتخب ما این دو بازی البته غالبیت در این بازی نقش خیلی ویژه بازی میکنند. ما توانستیم که نپال را با حساب 4-0 مغلوب کنیم، همکنون منتخب افغانستان، و اطمینانمان کامل است که گیلا شکلادزه همون بازی مجلایی را در مقابل منتخب افغانستان خواهد ماند که ما را این بازی به پیروزی خواهد آورد. و چگونه که میگویند در آخر سال و در آخر موسم ما باید در را سخت بپوشیم و برای این ما یک قدم گسترده ماندیم، همکنون قدمی دیگر. عبدالحمید میرزایی هستم. از افغانستان هستید؟ جان افغانستان هستم. مخلصی البته که با افغانستان میکنید. نه، بر دو تیم برای ما مشکل نداره، ما برای دیدن جالب آمدیم که یک بازی جالب باشه. بله. مشکل نیست. خب از کدامش باور دارید بیشتر؟ مثلا سرمربی منتخب شما اون نفری هست که با ما کار کرده بود، عثمان تاشه. حال دیده شده قبل از اینکه تاجیکستان بیشتر برده دیگه، برنده تاجیکستان بیشتر شده پیش از این چند مسابقه. اما منتخب افغانستان در مسابقه بین‌المللی اثبات کرد که واقعا آنها در چند سال اخیر رشد کردند. ببینیم دیگه، ببینیم. با کدامش؟ ما خب طرفدار هر دو تیم هستیم، مشکل نیست، ما شون اینجا هستیم دیگه، یا هم وطنی ماست اونجا هم وطنی ماست، مشکل نیست. من زرینه عزت‌اللهی‌ام، همچون مخلصی تاجیکستان باوری کامل دارم که بچه‌های تاجیکی ما میبرن، این مورا راه افتاده نمیکنن. یعنی که با لبخند از میدان بیرون میشن. بله البته. خب شما در بازی‌های تاجیکستان هم وقت می‌گیرید؟ بله همه وقت من از 2019 تا این جانب همه وقت تیم ملی کشور رو دستگیری میکنم. برای چی فوتبال می‌رید؟ چون دوستدار فوتبال هستم. خب در این بازی از کدامش باور داره؟ برای که منتخب افغانستان هم کمتر سخت‌تر شده که در روزهای اخیر که در بازی‌های اخیر خود غلبه به دست می‌آورد، منتخب تاجیکستان هم می‌بینه که در چند بازی اخیر مشکلی داشتن. باوری ما همیشه به تاجیکای ما میتونن. حسین زاده نوروز، من امیدوارم که در این بازی تیم ملی ما غلبه میکند و پیروزی به دست میارد. همیشه تاجیکستان با پیش. من شرف حساموف. نام شما چی؟ نام من رستم محمد ایوب. بسیار امید دارم که امروز دسته منتخب تاجیکستان غالب می‌شود و بسیار باوری کامل داریم. و در بازی‌های انتخابی جام جهان 2026 منتخب تاجیکستان با رقیبان خود بازی‌های نه آنقدر خاطرموند سپری کرد. در مقابل نپال البته که دیدیم که به نفع ما بود، ولی دسته نپال نه آنقدر سطح بلند دارد که ما با او رقابت بگیم باعث خرسندی باشد. اما مقابل افغانستان بازی اندک مشکل می‌شود. شما چی نظر دارید؟ اما برعکس فکر میکنم و یا اندک فکر میکنم بخواتر بودن بازیگران افغانستان با فکر من نه اونقدر نسبت به خیال میکنم کمتر بازیشون هستر باید باشد. من بسیار امید کلام دارم که امروز بازیمون شاید 3-0 شود، شاید 3-1 شود. با فکر من تاجیکستان غلبه میکند چون که آنها یک دسته خوب هستند. نسیمی سعیزاد هستم. خب در مورد بازی امروز چی نظر داره؟ کدامش غالب میاد؟ بازی امروز را ما باوری کامل داریم که دسته تاجیکستان میبرد. با باوری کامل میگیم که دسته ما خیلی پرقوت است، میبرد. از کدام بازیگر خودمون بیشتر امید داریم؟ از علیشیر جلیل و وحدت حنانوف، دروازه‌بان خوب هم داریم، رستم یتیموف. باوری کامل داریم که میبرد. میان تجمع مخلصان این شام روزنامه‌نگار ورزیده گرجی تنگیز پچکاری را دریافتیم که برای مخلصی منتخب ما آمده بود. با استفاده از فرصت ما با او اطراف بازی امروزه و البته موضوعهای دیگر نیز یک صحبت انجام دادیم. Ваше ожидание от матча? Гамарджоба, Таджикистан Бапеш. Это во-первых. Во-первых, моя мечта была побывать на матче сборной Таджикистана. Главным тренером, который является мой соотечественник, бывший футболист сборной Грузии Гела Шихеладзе, его помощник Тамаз Бокерия. Мои ожидания. Таджикистан должен выиграть.
Естественно, счет я не буду сейчас предсказывать, прогнозы это неблагодарное дело. Это товарищеский матч для того, чтобы налаживать комбинации. Я думаю, что зрители должны получить удовольствие. Вот, особенно дети, которые уже заранее пришли на игру. Я думаю, что настанет тот день, когда Таджикистан получит право выступать на чемпионате мира. И когда я Гелу Шикеладзе спросил об этом на пресс-конференции, он ответил: да, я думаю, что у таджикского футбола и сборной Таджикистана прекрасно. Есть все возможности, чтобы в ближайшие годы попасть на чемпионат мира и сыграть там в группе со сборной Саакартвела, Грузии. Отлично. Это наша мечта. Вот, учитывая матч между Непалом и Афганистаном, который мы выиграли у Непала, а Непал выиграл у Афганистана, какую игру Шикеладзе может поставить сегодня? Сегодня, конечно, Афганистан будет стараться для того, чтобы не проиграть или проиграть с минимальным счетом. Это для них вопрос престижа, но я думаю, что Таджикистан должен выиграть. Всегда товарищеские матчи позволяют увидеть какие-то новые комбинации, новые игровые связи, проверить дебютантов, проверить тех игроков, которые на других разных позициях. Это тренерский штаб решает, и зачастую в таких матчах появляются новые игровые замыслы и сюрпризы для будущих соперников на чемпионатах, на отборочных матчах. Конечно, за этой игрой будут смотреть и тренеры других стран, сборных других стран, которые в будущем будут встречаться с командой Таджикистана. Но я думаю, что тренерский штаб сборной Таджикистана не будет раскрывать все секреты. Да. Я так думаю. سرمربی منتخب ما گیلا شکیلادزه در این بازی نیز مثل بازی با نپال با قول هیئت ضربه‌زن خود را به میدان آورد. یگانه تغییراتی که بود این رستم یتیموف جای الیک باکلوف را در دروازه گرفت. هنوز وارد شدن مخلصان به میدان ادامه میکرد که در پی یک هجوم برقاسا امیربک جورابایوف اویس عزیزی را مجبور کرد تا توپ را از تور دروازه خود بگیرد. این گل به دقیقه 11 بازی راست آمد. در پی هجوم نوبتی باشد بعد برخورد با بازیگر ما عزیزی لط برداشت و طبیبان دسته دور و دراز به او کمک کردند. این یاری آنقدر طول کشید که بازیگران دیگر به تمرین شروع کردند. شاید عثمان تاشف نمیخواست دروازه‌بان اساسی خود را عوض کند، اما اویس دیگر بازی را ادامه داده نتوانست و او را کوین متعیان عوض کرد. با گذشت چند دقیقه چنین یک عوض‌شوی اجباری را شکیلادزه هم انجام داد. پرویز عمربایف امکان ادامه بازی نیافت و او را رستم سایروف عوض نمود. منتخب تاجیکستان بازی را نظارت میکرد و آرامانه هجوم‌های خود را سازمان میداد. در دقیقه 27 باشد شاگردان شکیلادزه به زدن گل دوم دست یافتند. شهرام سمیف یک گل خیلی زیبایی را با سرباریدی دروازه افغانستان کرد.
بعد این گل زده منتخب تاجیکستان کاملا آرام شد که افغان‌ها اندک بازی را برابر کردند. اکنون هجوم‌های منتخب افغانستان قوی‌تر می‌شد و اخیراً یک حالت استانداردی را آنها توانستند به گل تبدیل دهند. جمشید عاشقزای توپ را وارد دروازه منتخب تاجیکستان کرد. شاید گل سرداده یا چیز دیگر به دروازه‌بان ما خوش نآمد که در یک حالت کاری کرد که هیچ یک کسی انتظار نبود. رستم یتیموف دروازه‌بانی که با تمکین و آرامی خود نمونه بهترین است، در یک حالت عادی و بدون خوف و خطر به دروازه ما یک بار شورید، عصبی شد و به سر بازیگر حریف مشت زد که احرار روزقلوف داور مرکزی بدون شک او را با کارت سرخ مجازات کرد. اگرچه هینی از میدان برآمدن مخلصان او را دستگیری کردند، اما خودش نقص فهمید که کاری نادرست کرده است. در این حالت به میان آمده شکل از خط نیم حمایه را قربان کرده علیشیر جلیلوف را از میدان گرفت و مهرالدین حسنوف جای رستم یتیموف به میدان آمد. در چند دقیقه دیگر یگان حالت خاطرمانی در میدان به میان آمد و دسته ها با همین حساب به تنفس رفتند. با نظرداشت برتری در شماره بازیگران منتخب افغانستان در قسم دوم بازی دیگر نشان داد، اما منتخب تاجیکستان نه اینکه برای نگه داشته حساب بازی میکرد، بلکه به هجوم‌های افغان‌ها جوابی سزاوار میداد. در دقیقه 70 باشد رستم سویروف بعد یک پرتافت عالی جناب توپ را خیلی خوب کارکرد نموده با یک ضربه آبدار آن را وارد دروازه مهمانان نموده و آسیاب ناامیدی حریفان یک سطل آب دیگر ریخت. اگرچه شاگردان عثمان تاشف در انجام خیلی فعال شده پای هم هجوم کرده و دروازه حسنوف را ضربه باران میکردند، اما گاه احتم نظرف و گاه بازیگران دیگر سد راه این ضربه ها میشدند. اخیراً این بازی با حساب 3-1 بر نفع تاجیکستان انجام شده. بازیگران کفکوبی بیشتر از 12,000 مخلصانی جمع آمده را در ورزشگاه سزاوار شدند. البته این دو پیروزی از لحاظ روانی برای منتخب ما خیلی یک عامل ضروری بود، زیرا چنانچه گفتیم در پس منظر نابرابری‌های موسم این ساله این دو غالبیت یک ملحم کوچک به درد ما خواهد بود که ما را به موسم با برار آینده امیدوار می‌کند.